ببینید من اول ویدیو پاک شده پس مجبورم اینجا وسط ویدیو دوباره توضیح بدم. ببخشید. تصمیم گرفتم موها رو رنگ کنم اول فروردین 404 و خب از اونجایی هم که من کلا 40-50 تا مهاجرت کردم پس در نتیجه وقت خودم رنگ کنم بالون و فلان هم کنسل رفتم یه رنگ گرفتم چند تا دونه چیز رو داخلش دارم اضافه این که سرومه این سرومه قبل از رنگ مو بزنم من موهامو یه 6-7 ماه پیش قبل از عقدم رنگ کردم هرچند زیاد جالب بود سوخت ولی خب بعدا کم نبود ولی حس کردم که خیلی زرد شده پس نیازه که رنگش کنم اول خواستم برم رنگ جینجرش کنم کلش گفتش که بهت نمیاد و خب خوشم خیلی دوست داشت که یه مدت رنگ طبیعی داشته باشه پس رفتم رنگ تیره تر گرفتم تا موهای خودم توی این مو معلوم نیست شاید یکم که الان اینو زدم روش قهوه‌ایه تیره نیست ولی خب یکی این یکم که میخوام یه سری ابروام هم رنگ کنم حالا من واقعا متاسفم ناراحت شدم که اول ویدیوم که با قشنگی گرفته بودم کلی صحبت کرده بودم کلی درست حسابی توضیح داده بودم پاک شد مجبور شدم که اینطوری بگیرمش حالا ببینیم که خب ببین من اینا رو خوندم ترنسلیتش کردم یه چایی اون وسط رو خوردم دیگه این لباس هم که از موقعی که اومدم خونه پوشیدم که گفتم اگر رنگی شد اوکی مشکلی نداره بعد آره حالا من همه اینا رو داستانا رو همه رو یکی یکی موقعی که دارم اینا رو میزنم به سرم نشونتون میدم ولی نکته قابل توجه امروز یعنی بعد اینکه رنگو خریدم اومدم خونه دارم موهامو نگاه میکنم داره ازش خوشم میاد چرا؟ ببین اومدم خونه بعد نامرتب این گوجه ایش کردم بالا دیدم چقدر خوشگله عکس من میشه خوب بود خوشگله ولی رنگش میکنیم خوشگل تر میشه نه حداقلش نه یه دست میشه بعد تازه میخوام ابروهامم رنگ کنم اولین بارمه تا حالا اصلا رنگ نکردم ابروهامو و میترسم که خیلی باعث میشه چهره‌م عوض بشه البته دوست دارم تغییر بدم میترسم که نه زشت نمیشه این صدا هم که داره توی بک‌گراند صدای من میاد صدای گیم کروشر ساری ببین هنوزم میگم امروز خوشگله امروز بعد خریدن رنگ داره خوشم میاد طبیعیه تو هر اتفاقی همینطوریه تو هر کاری بخوای بکنی اون آخرین لحظه با موهات هر کاری بخوای بکنی آخرین لحظه خوشگله مهم نیست بهش فکر نمی‌کنی برم حاضر کنم اینا رو دوباره بیام ویدیو بگیرم خب شاید اینجا صدا خوب نباشه ساری چون توی اومدم که توی همون دستشویی کجا اومدم اینجا رنگ کنم اول موهامو دو قسمتش کنم این بالا رو پایین بالا رو باید جمعش کنم اینطوری چه سخت موها مقاومت کنم برابر جمع شده خیلی چیه خب همچین چیزی
و این اتکه دوم که باز میمونه که سرم قبل رنگ بهش بزنم. البته من اینا رو بذار در بیارم بعد بیارم. اول این سرم رو میخوام بزنم. خب دستکش وای چرا باز نمیشه؟ چطوری نمیشه؟ اینقدر چرا همه چیشون سخته؟ باشه چشید ببین این بسته هست اصلا به خدا این باز نیست اصلا بذار این یکی وای ببر این تیکه رو ببرم چون این اصلا باز نیست من اصلا آسای باز بودن توی این نمیبینم و برم سرش قیچی کنم بیام من نمیدونم چرا سر این سر دستکش باید بسته باشه من برم ببرم چطونه چرا انقدر سختش میکنید داستانو یه کوچولو حالا برای امتحان اینجا میزنم مثلا نفهمیدم کاربرد این چیه اینا الان چون هیچ توضیحی راجبش نداده ها خب باشه هستی ولی هیچ توضیحی نداده که من اینو دارم چرا استفاده میکنم یه ذره است خب این الان کجا بوده رشته موام نمیگیره کف سر رو نمیگیره هیچ جا رو نمیگیره این خب الان ولی خب مثلا اینو پس نوبت قسمت بالاییه چرا من انقدر امروز موهام پرپشت شده بیاریم بالا هم میزنم من خواستم یه ویدیو از قبلم بگیرم یهو بودم بذار من یه دقیقه اینو قطع کنم یه بروشور داشت اینقدر من هنوز دارم ترنسلیت میکنم آلمانی نوشته خب منم هنوز توی آلمانی اونقدر دیگه راه نیفتادم که بخوام اینقدر متنای طولانی رو بخوام بخونم و مختلفشم دریجش کنم یک ساعت و اگه طول بشه چون خیلی طولانی بوده دریق از یک کلمه انگلیسی که من بفهممش دیگه هیچی یک کلمه انگلیسی هم نداره همش آلمانی دریجش کردم اومدم کلام به این کوچولو حالا سرم بود که کم شد دست بردارمش باید داشت بعد اینکه سرم رو زدم باید چیکار کنم اینو باید بازش کنم 2A بازش کنم و اینم باز کنم داخلش اکسیدانه ولی رنگمون رو خالیش کنم توی چقدر نامرتب خود درست کنم
چطوری رنگش کنم که این چقدر بمونه بود. این الان باید برم یه سرچ بزنم و ببینم، چون اینا فقط روی مو توضیح داده که چقدر بمونه که 45 دقیقه است. 45 دقیقه احساس میکنم برای ابرو زیاده باشه راستش، نمیدونم سر داره میارم. حالا اینو همه جا ریختم دور خالیش کنم تو اون ظرفه. نگاه حالا پیداشم میکنم اینو باید ببندم و تکون بدم تا این مایه یه دستی بهم بده. نقشه باید تکون دادن همچین چیزایی میترسم بود باز شدم. یه بار تجربه مشابه داشتم من سوس تکون میدادم باز شد. ببینمش من چی میبینم الان؟ هیچ. اینجا از چرا حس خوبی ندارم من بیم احساس میکنم وقتی با این دارم میزنم انگار با دلم خواهد با دستم میکنم. ببین راستش با دست بیشتر راضیت میکنه. خب ببین من اینا رو هر رنگ کردم و اینجوری با یک کلیپ سیمبالو جمعش کردم، ولی خب این مراحل رنگ کردن رو نتونستم بگیرم رکوردش کنم چون چیز شد. همین که خواستم ویدیو قبلی رو قطعش کنم بعد سیوش کنم، این چی میگمش حرارت گوشیم خیلی رفت بالا و دیگه خودش قطعش کرد و خاموش شده. اینا که گفتش که دیگه بسه، تا حرارتش پایین نیاد نمیتونی ویدیو بگیری و تا حرارتش پایین بیاد من اینو دیگه زدم به موهام. ساعت 11 و
15 16 دقیقه دیگه تموم شد. الان 11 و 21 دقیقه است. باید تا 12 وایسم. یه ابرو رو که من رفتم سرچ کردم میگن که بین 5 الی 10 دقیقه بمونه. بعد بعضی ابروها که تار موی مشکی و ضخیم و فلان اینا دارن، من نمیدونم الان تار موی چون تا حالا دقت نکردم تار موی من ضخیمه. اونا مثلا تا 20 دقیقه باید بمونن. بذارم یه ربع مونده به اینکه موامو بشورم. یه ربع مونده میذارم. حالا نهایتش یه ذره زودتر میشورم دیگه. اینو یه ربع مونده ابروامم رنگ میکنم. بعد فعلا گوشیمو بزنم شارژ که شارژ داشته باشم برای بقیه‌اش. فعلا این شکلیه. ببین یا خدا اینطوری شدم اصلا انگار نارنجی شد. قرار اینطوری شد. قرار من موهامو با حوله خشک بکنم، بعدش بهش این ماسکو بزنم. این ماسکم برای 4 بار بعد از رنگ کردن، یعنی من این دفعه میزنم و 3 دفعه دیگه دوباره اینو من بعد بزنم به موهام. ببین چوست سوال من چطوری 4 بار به موهام بزنم. ببین من احساس میکنم هر چیزی که تولید کردم فقط به درد خودشون میخوره از نظر حجمی و اینا. واقعا حجمش خیلی کم حجم هر چیزی که تولید کردم. همه چی مثلا همین رنگ موه من پاره شدم تا کافی باشه برای موها. اصلا درست و صحیح خشک نمی‌کنم. ولی خب میدونی 12:30 شبه، من هنوز کارم تموم نشده. من 6 بعد بیدار بشم، نهار بپزم، صبحونه آماده کنم، صبحونه بخوریم، بعد ساعت 9:20 ما بعد بریم اداره اقامت. داخل یه جو بایسته بعد نگاهی آره 9 باید بریم اداره اقامت. خب این تا اینجا خیلی جالبه. روش من گفتم نارنجی نخور بهت نمیاد. بعد من گفتم باشه آره نمیاد رو. بعد اومدم قهوه این ماسکه باید 5 دقیقه بمونه و بعدش بشورمش. دوباره باید برم آب کشی کنم و بعد دیگه بیام خشکش کنم ببینیم که چطور میشه. امیدوارم که خوب بشه.
ببین الان بعدم نمیاد. هوا خیلی عجیبه برام، انقدر همیشه پررنگ بودم بهش من چندرنگی شدم که تو آینه نگاه میکنم که تو منم اگه منم تو این شکلی